ضرب المثل چاه نکن بهر کسی، اول خودت آن وقت کسی. روزگاری شاهی بود که اهل سخن بود. از دور و نزدیک به دیدارش می اومدند و برای اون شعر می خوندند و حرف می زدند. شاه اگه از اون شعر و سخن دلشاد می شد، آفرین می گفت و پاداش می داد. روزی مرد شاعری به حضور شاه اومد و شعری خوند. شاه از این شعر شادی ها کرد و به مرد شاعر جایزه داد و گفت هر روز به دیدن ما بیا و این شعر رو بخون. مرد شاعر گفته بود نیکوکار را با نیکویی پاداش بده، ولی بدکار را دعا کن، چون کار بد اونو مجازات میکنه بی آنکه تو بار زحمت اونو به دوش بکشی. روزها مرد شاعر شاه را میدید و این شعرها رو برای اون میخون تا اینکه درباری حسودی کینه اونو به دل گرفت. روزی تنهایی به دیدار شاه رفت و گفت قربان، این مرد شاعر هر روز پیش این و اون از شما بد میگه. شاه گفت مگه چی میگه؟ بعد گفت میگه دهان شاه بوی بدی میده و به اون نزدیک نشی. شاه به فکر فرو رفت. همون روز درباره حسود با 1000 خواهش و التماس مرد شاعر را به خونه برد و اونو به آشی مهمون کرد که پر از سیر بود. فردا مرد شاعر وقتی به دیدن شاه رفت و خواست حرفی بزنه، دست بر دهان و بینی خودش گرفته بود. شاه خیال کرد مرد شاعر برای بوی بد دهان اون دستش روی دهان و بینی خودش گذاشته. این شد که مرگنامه‌ای براش نوشت و گفت این نامه رو برای مرزبان ببر و جایزه بزرگ از اون بگیر. در اون نامه شاه نوشته بود جان آورنده این نامه رو فوراً بگیر. مرد شاعر بیان که بدون در نامه چی نوشته شده، با خوشحالی اونو گرفت و در حال بیرون رفتن از قصر بود که درباره حسود اونو دید و پرسید امروز دیگه برای چی اونقدر شادی؟ مرد شاعر گفت شاه میخواد جایزه بزرگی به من بده. گفت این نامه رو پیش مرزبان ببرم و جایزه بزرگی بگیرم. درباری گفت بیا لطفی در حق من بکن و نامه رو من ببرم و یه روز هم من خوشحال باشم. مرد شاعر مرگنامه را به درباری حسود داد. اون سوار اسب تندرویی شد و خودشو به مرزبان رسوند. مرزبان مهر و موم نامه را باز کرد و گفت آماده باش که جایزت رو بگیری. درباری گفت چی برام داری؟ مرزبان گفت باید جونتو بگیرم. درباری حسود هرچه گریه و زاری کرد و به دست و پای مرزبان افتاد فایده ای نداشت و مرزبان جون اونا گرفت. فردا روز مرد شاعر دوباره پیش شاه رفت. شاه از زنده موندن اون دست به دهان شد و پرسید تو باید مرده باشی، چرا هنوز زنده ای؟ مرد گفت چرا باید مرده باشم پادشاه؟ پادشاه گفت تو به این و اون گفته بودی که دهان شاه بوی بد میده و دیروز وقتی به خدمت من رسیدی دست روی بینی و دهان خودت گذاشته بودی و من در اون نامه فرمان کشتن تو رو به مرزبان داده بودم. شاعر فکری کرد و گفت ولی 2 روز پیش یکی از بزرگان دربار منو به خونش برد و با آش سیر منو مهمون کرد. اون با خواهش نامه را از من گرفت تا جایزه بزرگ شاه را از مرزبان بگیره. به خدا سوگند همینه که میگم. شاه لحظه ای آروم شد و فکر کرد و گفت اون در چاه افتاد که خودش کنده بود. شنیدم که میگن چاه مکن بهر کسی، اول خودت آن وقت کسی. این ضرب‌المثل شامل حال کسی میشه که اگه کسی بی‌دلیل سنگ جلوی پای دیگری بندازه و اونو گرفتار و فریب و نیرنگ کنه، حتما سزای عملش خودش میبینه. ضرب‌المثل به را دیدی 100 رحمت به انجیر. روزگاری اربابی بود و روستایی. ارباب در شهر بود و روستایی در روستا. در سال وقت و بی وقت روستایی به دیدن ارباب میرفت. از کشت و کار میگفت و اینکه چه کار کرده و چه کار نکرده. آن وقت زنبیلی پر از میوه به ارباب میداد و بهره مالک زمین که پول بود رو ارباب میگرفت. پاییز بود. روستایی به دیدن ارباب رفت. فصل انجیر و به بود. میوه به سخت و سنگین است. روستایی آنها را کف زنبیل خود قرار داد و با صبر و حوصله و سلیقه میوه‌های انجیر را روی آن چید. این کارها که تمام شد، پولی رو برداشت و با 1000 امید و آرزو راهی خانه ارباب شد. در راه خوشحال بود که ارباب با دیدنش چه حرفایی میزند و چه شادی‌هایی میکند. به خانه ارباب رسید و در زد و با احترام وارد شد. ارباب توی اتاق آن بالا نشسته بود. روستایی با ادب وارد شد و سلام کرد.
ارباب سری تکان داد و لبخندی زد و گفت ها، بگو ببینم چه کردی و چه نکردی؟ کشت کار چطور بوده؟ مرد روستایی گفت از سایه شما همه چیز خوب بود. امسال انجیر و به فراوان بود. درخت‌ها پربار و سرحال بودن. ارباب نگاهی به زنبیل انداخت و گفت تو زنبیل چی داری؟ روستایی زنبیل و برد و جلوی ارباب گذاشت و گفت ناقابله. به و انجیر ارباب. چه میوه‌هایی. این ناقابله دیگه هم کیسه پوله که کنار زنبیل گذاشتم. روستایی اینو گفت و چند قدم عقب‌تر رفت. ارباب در کیسه رو باز کرد و پولا رو روی زمین ریخت و گفت همین؟ روستایی گفت بله ارباب همین. کم است؟ خجالت نمیکشی؟ روستایی گفت برای چه ارباب؟ رنگ ارباب سرخ شد و گفت برای چه؟ برای همین چندرغاز دیگر. ارباب گفت چرا اینقدر کم؟ روستایی گفت همین بود ارباب، بیشتر از این دستمو نگرفت. ارباب گفت هرچی پول کمه زبون درازه. ارباب اینو گفت و دست تو زنبیل برد و 2-3 تا انجیر به طرف روستایی انداخت. روستایی جا خالی داد و انجیرا به در و دیوار خورد. ارباب گفت تکون نخور، انجیرا حروم میشن و به در و دیوار میخورن. روستایی از ترس در جا خشکش زد. ارباب سنگدل شروع به زدن و پرت کردن انجیرا کرد. انجیرا مثل بلای آسمونی می اومدند و تو سر و صورت روستایی بینوا می خوردن. کمی که گذشت انجیرا تموم شد. ارباب رفت سراغ به که مثل سنگ سخت بود. از توی زنبیل یه میوه به برداشت و به سر روستایی زد. میوه به سخت و سنگینه. برای همین وقتی به سر اون خورد مثل این بود که یه سنگی به سرش زده باشن. این بود که با خودش گفت به رو دیدی؟ 100 رحمت به انجیر. یعنی اینکه باز هم همون انجیرا درد نداشت. به که مثل سنگ سر و کله آدم رو به درد میاره. روستایی بینوا با سر و کله خونی و دلی شکسته از خونه ارباب اومد بیرون. این ضرب المثل حکایت حال اون کسایی داره که بر اثر گرفتاری ساده‌ای ناسپاسی میکنند و برای همین با درد و رنج بزرگتری روبرو میشن. ضرب المثل ای خداوند رخش، به دشت آهوی ناگرفته نبخش. روزی روزگاری رستم پهلوان نامدار ایرانی به سوی نبرد با تورانیان رفت. تورانیان با پهلوانان سرزمین خود به جنگ رستم آمده بودند. رستم هم با سربازان ایرانی درگیر نبرد با آنها شد. غوغایی برپا بود. سربازان تورانی هر چه کردند کاری از پیش نبردند. آنها یک یک پیش می آمدند و اسیر دست سربازان ایرانی می شدند. سربازان دلاور ایرانی با انداختن کمند سربازان تورانی را در بند می کردند و از میدان نبرد بیرون می انداختند. خاقان یا پادشاه چین فرمانروای بزرگ تورانیان بود. اون روی فیل بزرگی نشسته بود که هر کسی اون را میدید از ترس سلاح بر زمین میانداخت و پا به فرار میگذاشت. ولی رستم نه ترسی در دل داشت و نه از شکوه و بزرگی خاقان چین شگفت زده میشد. از دور تخت بزرگی که با عاج فیل درست شده بود زیر پای خاقان چین خودنمایی میکرد. رستم قدم به قدم پیش میرفت و سربازان تورانی قدم به قدم عقب میرفتند. دیگر کار به جایی رسید که رستم به فیل خاقان که روی آن نشسته بود نزدیک و نزدیکتر میشد. خاقان در هیاهویی که درست شده بود وسط جنگ که صدا به صدا نمی رسید فریاد زد از میان سربازان ما کسی هست که فارسی بداند؟ یک نفر پیش آمد و گفت فرمان روای بزرگ من فارسی می دانم. خاقان گفت همین الان پیش رستم پهلوان بزرگ ایرانیان برو و از او درخواست صلح و دوستی کن. سرباز پرسید چرا جناب خاقان؟ چرا؟ گفت چرا؟ مگر نمیبینی چه روزگاری داریم؟ چیزی نمانده که رستم من و فیلم را هم اسیر کند. سرباز گفت میتوانم بگویم که من فرستاده خاقان چین هستم؟ خاقان گفت بگو، هر چه میخواهی بگو. فقط از رستم درخواست صلح و دوستی کن. فرستاده خاقان چین هر طور که بود خود را به رستم رسوند. رستم چابک و تیز می جنگید. فرستاده فریاد زد پهلوان بزرگ من فرستاده خاقان چینم. رستم گفت هرچه هستی باش، بگو چه می خواهی؟ فرستاده گفت آمدم پیغام خاقان بزرگ چین را برسانم. رستم لحظه‌ای دست از پیکار کشید و گفت چه پیغامی؟ اون جز جنگ چه حرفی با ما دارد؟
فرستاده گفت اون دیگر نمیخواهد بجنگد، درخواست صلح و دوستی دارد. رستم گفت میپذیرم. من از سر او میگذرم و جانش را به خودش میبخشم، ولی باید به جای آن تاج و تختش را به من بدهد. فرستاده گفت یعنی چه؟ رستم گفت یعنی اینکه جانش را میبخشم ولی تاج و تختش را میبرم. فرستاده خاقان چین از این حرف رستم ناراحت شد و گفت تو چیزی را میبخشی که هنوز به دست نیاوردی. ای خداوند رخش، به دشت آهوی ناگرفته نبخش. تورانیان و خاقان چین در نبرد شکست را پذیرفتند. این حکایت شامل افرادیه که چیزی را که هنوز به دست نیاوردن، حرف دادن و بخشیدن اون رو به زبون میارن. ضرب المثل از باران به ناودان گریختن. در زمانهای قدیم در شهری دور پدری راهی سفر شد برای اینکه فرزندانش تو اون شهر ببینه. در اون زمان راه شهرهای دیگه به هم دور بود و وسیله رفت آمد کم بود. برای همین مسافرها گاهی راهی رو با چارپایان میرفتند و گاهی با پای پیاده. این پدرم به شهری رسید که تا اون موقع نام و نشونش کمتر شنیده بود و اصلا اونجا رو ندیده بود. پدر خسته و کوفته به شهر غریب رسید که ناگهان نگاهش به آسمون افتاد. هوا ابری بود و ابرای تیر آسمون رو حسابی پوشونده بودن و هر لحظه ممکن بود بارون بباره. همینطورم شد. توی یه چشم به هم زدن آسمون از خودش بیخود شد و صدای رعد همه جا پیچید و برق همه جا رو روشن کرد و باران تندی شروع به باریدن کرد. مسافر پیر ناگهان تو شهر قریب خودش زیر بارون بهاری دید که بی خستگی میبارید. مسافر نمیدونست که چیکار کنه و کجا بره. از چند نفر نشونی خونه فرزنداشو پرسید، ولی هر کس به فکر فرار از زیر بارون بود و میخواست خودشو زودتر به یه سقف و پناهگاهی برسونه. مسافر گرفتارم همینطور زیر بارون خسته و نفس زنان میرفت که پیش روی خودش یه کوچه دور و درازی رو دید. آخر کوچه سقفی رو دید و به طرف اون رفت تا کمی زیر اون بمونه و استراحت کنه و وقتی بارون تموم شد دوباره به راهش ادامه بده. این شد که تو کوچه خاکی که پر از چاله کوچیک و بزرگ پر از آب بود رفت تا به اون سقف رسید. با خوشحالی خودشو زیر سقف رسوند. مثل اینکه دنیا رو بهش داده بودن احساس لذت و شادی میکرد. اما این آرامش خیلی طول نکشید، چون ناگهان از بالای سرش آبی سرازیر شد و مثل سیل رو سرش ریخت. مسافر نگاه کرد. بالای سرش راه آب کوچیکی رو دید که از بام روی کوچه می اومد. مسافر که فکر نمی‌کرد ناگهان اینقدر خیس بشه، با خودش گفت این دیگه چی بود؟ صد رحمت به بارون. مثلا اومدم اینجا که خیس نشم. حالا که بدتر شد. با خودش این حرفا رو میزد و این فکرها رو میکرد که صدایی شنید. اینجا چی کار میکنی پدر؟ مسافر پیر از پشت پرده نازک بارون نگاه کرد و یکی از پسراشو دید. با خوشحالی دوید اونو بغل کرد. پدر گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ پسر گفت میدونستم که میای پدر جون. خونه منم تو این کوچه است. بیا بریم که خوب اومدی. مسافر و فرزندش تند و تیز زیر بارون رفتن تا به خونه رسیدن و در زدن. عروس پیرمرد در رو باز کرد. اون با دیدن پدر همسرش گفت چقدر خیس شدین پدر؟ اینقدر یعنی بارون میاد؟ مسافر گفت نه اونقدر بارون نمیاد که سر تا پا خیس بشم. زیر بام اومدم که آروم بگیرم، یه دفعه سیل رو سرم ریخت. عروس گفت حتما یه نفر ناودون خونش رو تمیز و پاک کرده که آب بارون پایین ریخته. پسر که فهمیده بود چی شده گفت پدر باید خوب گرم بشه و خستگی از تن بیرون کنه. اون از بارون به ناودون گریخته. اگه کسی برای رهایی از یه گرفتاری خودشو تو بند گرفتاری دیگه‌ای بکنه، این ضرب المثل حکایت حال اون میشه. ضرب المثل حالا اگر این دندان سبز شود من چه خاکی به سرم بریزم. روزگاری کفش دوزی تو شهر دور زندگی میکرد که دستش از دارایی این دنیا کوتاه بود و وضع مالی خوبی نداشت. یه روز مجبور شد از یه نفر پول قرض کنه، اما نتونست اون پولو به موقع برگردونه. برای همین طلبکار وقت و بی وقت برای گرفتن طلبش به دکون کفش دوزی می اومد. اگه هم اونو تو دکون نمیدید، سر راه یا تو کوچه یا تو محله اونو پیدا میکرد و میپرسید آقا چی شد؟ پول منو کی میدی؟
کفش دوزه گرفتارم هی امروز و فردا میکرد. اون هر وقت همسایه طلبکار رو میدید از دکونش میرفت و با دور شدن طلبکار دوباره به دکونش برمیگشت. یکی از روزا که کفش دوز در دکونش نبود، طلبکار سری به اونجا زد. شاگرد تنها نشسته بود و کفشی رو بسله میزد. طلبکار پرسید استادت کجاست؟ شاگرد گفت اینجا نیست. میبینم که نیست. گفتم کجاست؟ شاگرد گفت هر جا که رفته برمیگرده. میدونم که برمیگرده. بگو کی برمیگرده؟ شاگرد گفت هر وقت که برگشت میگم که شما اومده بودید. طلبکار چشم قره‌ای رفت و گفت معلومه که میگی من اومدم. پس بابام اومده دنبال پولش؟ شاگرد لحظه‌ای دست از کار کشید و گفت خب حالا من چیکار کنم؟ طلبکار گفت تو بگو من چیکار کنم؟ تا کی باید دنبال پولم این در و اون در بزنم؟ شاگرد گفت نمیدونم. پس بگو چه روزی و چه وقتی میاد که بیام پولمو بگیرم و از این دردسر خلاص بشم. شاگرد دور و برش رو نگاه کرد و گفت من که میگم وقتش که شد بیا. طلبکار گفت کی وقتش میشه؟ شاگرد سندانی رو که گوشه دکون بود نشون داد و گفت من که میگم هر وقت این سندان سبز شد بیا. استادم اون موقع میتونه پولتا بده. طلبکار که نمیدونست چی بگه راهشو گرفت و رفت. هنوز ساعتی نگذشته بود که استاد کفشدوز اومد و رو به پسر گفت چه حال؟ چه خبر؟ کی اومد؟ کی رفت؟ شاگرد گفت دوباره طلبکار اومده بود و خیلی ناراحت بود. استاد گفت بنده خدا حق داره. بایدم ناراحت باشه. کاش میتونستم زودتر پولشو بدم. خب چطور شد که رفت؟ شاگرد گفت بهش یه وعده دادم. استاد گفت چه وعده‌ای؟ چرا بی خود وعده دادی؟ مگه قرار تو پولشو بدی؟ حالا برای کی وعده دادی؟ شاگرد سندانو که در گوشه دکان بود نشون داد و گفت بهش گفتم هر وقت این سندان سبز شه استادم پول شما رو میده. استاد تا اینو شنید دو دستی به سرش زد و گفت این چه وعده‌ای بود که دادی؟ این سندان که هیچ وقت سبز نمیشه. حالا اگه سبز شه من چه خاکی بر سرم بریزم؟ بله، این ضرب المثل حکایت حال اوناییه که در انجام کاری وعده محالی رو میدن. ضرب المثل ارزن روی تنابش پهن کرده. روز و روزگاری در شهر دور و بینام نشون مردی زندگی میکرد که چشم و دلش از خواستن و داشتن سیر نمیشد. اون همیشه و هر وقت که دوست داشت به سراغ این همسایه و اون همسایه میرفت و چیزی میگرفت و پس نمیداد یا دیر اونو به صاحبش برمیگردون. روزی تو حیاط خونش نشسته بود و همسرش سرگرم شستن لباسا بود. زن لباسا رو تو تشت آهنی ریخت و بعد توی حوض آب کشید. مرد از جا بلند شد و با دست آب اونا رو چلون تا خوش بشه که همسرش گفت حالا کو طناب؟ مرد گفت یعنی چه؟ زن گفت یعنی این که طناب نداریم تا اونو تو حیاط ببندیم و لباسای خیس رو روی اون پهن کنیم و خشک بشه. مرد سری تکون داد و گفت این که چیزی نیست. همین الان از همسایه قرض میگیرم. زن گفت طناب قرض میگیری؟ مرد گفت بله. پس همسایه‌ها به چه دردی میخورن؟ مرد اینو گفت و از خونه بیرون رفت. پشت در همسایه که اومد محکم به در زد. مرد همسایه سراسیمه اومد و در رو باز کرد و پرسید چه خبر شده ترسیدم؟ مرد گفت دشمنت بترسه. طناب میخوام قرض بگیرم. همسایه گفت برای کشیدن آب از چاه طناب میخوای؟ مرد گفت نه، میخوام لباسامو روی اون پهن کنم تا خوش بشه. مرد همسایه گفت برو فردا بیا. مرد گفت برای چی؟ من الان نیاز دارم. همسایه گفت راستشو بخوای نمیشه، چون که من ارزن روی طناب پهن کردم. مرد بدقول دیگه جای ایستادن ندید و به خونش برگشت. همسرش پرسید ها چه کردی؟ طناب گرفتی؟ مرد گفت همسایه گفت فردا بیا، باید فکر دیگه ای بکنیم. زن گفت حالا برای چی فردا؟ مرد گفت آخه روی طنابش ارزن پهن کرده. زن تا این حرف رو شنید بلند خندید و گفت دیدی آخر کار خودتو کردی؟ مرد گفت مگه من چیکار کردم؟ زن گفت هر بار که از این اون چیزی قرض گرفتی بدقولی کردی. حالا یه طنابم به تو قرض نمیدم. مرد گفت ولی همسایه گفته ارزن روی طنابش پهن کرده. زن گفت مرد حسابی، مگه کسی میتونه دونه‌های ریز ارزن رو روی طناب پهن کنه؟
اون این بهونه رو آورده تا به تو طناب نده. چرا نفهمیدی؟ برای همین گفته که ارزن روی طنابش بند کرده. بله، اگه کسی برای انجام ندادن کاری بهونه بیاره یا به هر دلیلی اون چرا که داره نخواد به کسی دیگه ای بده، این ضرب المثل حکایت حال اون میشه.